رئیس حکومت کولاب در آستانه عید مطبوعات که هر سال 11 مارس در تاجیکستان تجلیل می شود، از کار خبرنگاری رادیو آزادی در منطقه محمود جان رحمتزاده نیز قدر کرد. مراسم تقدیم جایزه و سپاسنامه ها روز 9 مارس برگزار شد. رادیو آزادی پیوسته از مشکل ساکنان منطقه کولاب گزارش می‌دهد و در آینده نیز به این شیوه کارش ادامه خواهد داد. هر روز چندین ساکنان منطقه برای حل مشکلشان از جمله در مسئله بیکاری، تقسیم ناعدالتانه زمین و مشکل بیخانگی شکایت می‌کنند. تاریخ روز آفریدن است. یعنی هر یک روز تاریخ است و این تاریخ با قلم روزنامه‌نگار ثبت می‌آورد و برای تاریخ و یادگار نماند. قادر ولیزاده رئیس حکومت کولاب روز 9 مارس هنگام تقدیم جایزه و سپاسنامه ها از نمایندگان اداره های رسمی خواست با خبرنگاران نزدیک باشند و از افشای کمبودی ها نهراسند. در سپاسنامه به خبرنگار رادیو آزادی نیز گفتند که برای سهم گذاشتن در رشد معنویات جامعه و احساس مسئولیت بلند کسبی قدردانی می شود. عین سپاسنامه و جایزه به احمد ابراهیم، سرمحرر پیک، اصل‌الدین دوستیف، اسلام رجب‌علی خبرنگار صدای مردم در منطقه، شیرین جان سفرزاده خبرنگار تلویزیون سفینه و چندی از خبرنگاران دیگر داده شد. در هر صورت وای دوستی نزدیک ماست، چون که وای وسیله نان یافتن ماست، وسیله ریسک یافتن ماست. برای چی وای اون بعد تنقید ما به این خاطر بکنیم که همین شخص اصلاح شود. ژورنالیسم یا خود ژورنالیستیکا یا خود روزنامه‌نگاران توسط اینها میتواند که تمام وضع بود و باش و شرایط تحصیل، شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی جامعه پورا انعکاس گردد. یعنی جامعه رو به روزنامه‌نگار یا روزنامه‌نگار به جامعه تصور کردن غیر ممکن. هر سال در آستانه عید مطبوعات تاجیک رئیسان حکومت‌های محلی با برگزاری محفل از خبرنگاران قدردانی می‌کنند. گزارش‌های محمود جان رحمتزاده همیشه به منصبداران دولتی خوش می‌آیند، ولی آنها اعتراف می‌کنند که این گزارش‌ها تأثیر عمیق دارند. چندی از آنها حیات آدمان را از ریشه دیگر کردند، از جمله مستند نانی آهنین و گزارش زنی که آردن پسرش کمک نکرده بود بعد نشرش در رادیو آزادی زندگیشان را دیگر کرد. حالا سازمان‌های بین المللی سالهای آخر تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان و مطبوعات تنقید می‌کنند. مقامات بعضی محدودیت‌ها را برای به گفته خودشان حفظ ثبات مهم می‌شمارند، ولی می‌گویند وضعیت به آن حد نیست که سازمان کشورهای غربی تصور دارند.